سلام دوستان، با مهمترین خبر ارزهای دیجیتال در سال 2025 در خدمت شما هستیم. اون هم لیست شدن پای نتورک. چه دوستانی که پای نتورک دارن، چه دوستانی که پای نتورک ندارن، تا پایان با ما همراه باشید. برای هر دو گروه مفید هست، چون هم میخوایم آموزش استخراجش رو بهتون بگیم، هم قیمتش رو در موردش میخوایم صحبت کنیم، هم نحوه برداشت و فروشش، و از همه مهمتر در واقع احراز هویت و KYC رو میخوایم تو این برنامه باتون در میون بگذارم و با هم دیگه انجامش بدیم. پس تا پایان با هم همراه باشید. میریم برای ادامه کار. درود مجدد خدمت شما عزیزان، دوستانی که باز حالا 4 سال پیش با من همراه هستن. نگاه کنید، من 4 سال پیش این پروژه رو معرفی کردم و حالا این پروژه بعد از 6 سال بچه‌ها، یعنی 2 سال قبل از اینکه حالا من معرفی کنم معرفی شده بود و بعد از 6 سال خبر حالا لیست شدنش همه رو در واقع یه جوری شوکه کرد. یعنی خیلی امروز دیگه سر صدا به پا کرده و رشد قیمتی 86% هم تو معاملات اولیه داشته. اینم جالبه. و یه نکته من داخل پرانتز این نکته رو بگم. ببین بچه‌ها، پروژه بریچین حالا دوستان قدیمی یادشونه، من توی کانال تلگرام معرفی کردم، ولی ببینید یکی از دوستان امروز پیام داد و گفته بود که من آقای احمد دست در نکن 500 میلیون تومان از این پروژه در واقع سود کردم و فروختمش. این اردابی که حالا مثلا 2 سال پیش معرفی کرد. من به خودم گفتم که یه لحظه گفتم من اینو اصلا جدی خودم نگرفت، وقتی رفتم مال خودم صفر بود بچه‌ها. و خب بعضی از دوستان ببینید بعضی چیزا رو جدی میگیرن، تا پایان همراهی میکنن و اینجوری براشون حالا 500 میلیون درآمدزایی داره. احتمال داره حالا توی بچه‌ها که همراه من هستن شاید 3-4% در واقع این درآمد رو تجربه کرده باشن، نوش جونشون. ولی به هر حال خود من بعضی وقتا بعضی از پروژه رو جدی نمیگم. اینو داخل پرانتز گفتم. بریم سراغ پروژه اصلی در واقع پای نتورک که بعد از 6 سال خبر لیست شدنش توی صرافی اوکیکس در واقع سرصدای زیادی به پا کرده. و نکته ای که از بچه من اول یه بگم، ببینید بچه ها، یه نکته ای که از ساعت 2:45 وقت جهانی، نگاه کنید اینجا هم دارید میبینید 12 فوریه که امروز هست، میتونید توکن هاتون رو از کیف پولتون از گوشیتون برداشت کنید به در واقع صرافی. این نکته اول. یه نکته که از بچه خیلیتون در واقع اصلا نمیدونم حالا چند درصدتون تو کامنت ها بگید پروژه رو یا شنیدید یا جدی نگرفتید. اگه تا الان شروع نکردید خب شروعش کنید، چون چیزی هست که در واقع اوکیه. فقط یه نکته بگم، خیلی از دوستان من پای نتورک معرفی بکنم. پای نتورک جز اولین پروژه هایی بود که در واقع استخراجش توی گوشی استارت خورد. یعنی خیلی از پروژه‌ای که الان استخراجش تو گوشی هست از همین پروژه کپی گرفتن. توی دانشگاه اکسفورد در واقع اومد طراحی شد توسط دو تا دانشجوی دکترای اون زمان که قطعا الان دیگه دکتراشون هم گرفتن و خیلی هم طرفدار داشت، خیلی هم در واقع خواهان داره. یعنی میگم از 6 سال پیش خیلی ها دارن. خیلی از بچه‌ای که قدیمی هستن اصلا وارد ایردراپ های جدید نشده اینو دارن. یعنی تو گوشی خیلی از بچه‌ها پای نتورک هست، مخصوصا قدیمی ها، بچهای قدیمی. و میگم اگر ندارید شروع کنید. من یه توضیح خواستم بهش بدم که می‌خواست جایگزین در واقع بیت کوین بشه. اون زمان مقالاتی در مورد بیت کوین، چون میدونید بیت کوین استخراجش بر پایه سختی کاره. یعنی الان مثلا مقالات هم علیه بیت کوین برای اینکه آلودگی هوا مثلا داره یا مشکلات که در واقع برای حالا محیط زیست داره، ما اون زمان خیلی اینا سر صدا به پا کرده بود که آقا پای نتورک میخواد در واقع بیاد در واقع به صورت راحت‌تر استخراج بشه، در دسترس همگان باشه. ببینید در واقع بیت کوین رو فقط کسایی میتونن استخراج کنن این ماینرهای قوی داشته باشن و برق زیاد. و الان مشکلات برقی کشور ما تو فصل پاییز و زمستون، یعنی الان که هستیم خیلی جا برق قطع میشه به خاطر استخراج بیت کوین. الان ما مشکل برق نداریم. توی تابستون خب داستانش فرق میکنه بچه‌ها. توی تابستون خب واقعا بحث مصرف برق زیاده، ولی توی زمستون اگه میبینید برق قطع میشه، نمیخوام سیاسیش کنم، به خاطر اینکه دارن دوستان بیت کوین استخراج میکنن. به هر حال پای نتورک اومد خواست جایگزین بیت کوین بشه، ولی خیلی طولش داد. خیلی گفتن کلاهبرداریه، خیلی گفتن که در واقع قرار نیست لیست بشه و این اولین بار هست که لیست میشه بچه‌ها. قبلا هم حالا خیلی از بچه‌ها مثلا توی کوین مارکت کپ یه قیمت ازش میدیدم، ولی اون قیمت واقعی نه، اصلا لیست نشده بوده. لیست شدنش توی صرافی در واقع
OKX برای اولین بار هست و اینم میگم بعد از 6 سال خیلی حادثه چیزی است. اما برای برداشتش بچه من اینجا گفتم ساعتشو که بهتون نوه توضیحشو میدم. و یه نکته‌ای که هست، من نگاه کنید الان میرم داخل گوشیم و شما میبینید من دارم هر روز مراجعه میکنم. یعنی تو این 4 سال پای نتورک من جدی گرفتم، بیش از 2000 پای نتورک دارم. الان قیمت بیش از ارزش $86. نمیخوام بگم این قیمت در واقع عجیب غریب و خدمتتون بگم، ولی بگیریم که $1 هم باشه من 2290 میلیون سود کردم. و حتی واقعیه، من ببینید دوستانی که الان ببینید خیلی جدی نگرفتن، یعنی الان من 800 تا زیر مجموعه دارم، چند نفر جدی گرفتن. اینم خیلی‌ها 40% فقط امروز این خبر شنیده اومدن شروع کردن، چیزی که من هر روز میدیدم مثلا 3% در واقع کاربرای من با من همراه میشدن، بقیه مثلا 800 900 نفر رفرال دارم من زیر مجموعه دارم ولی اصلا جدی نگرفتن، 3-4% جدی گرفتن. این خب هست دیگه. ولی من پای نتورک و برعکس در واقع ایردراپ‌های دیگه خیلی خیلی جدی گرفتم. حالا بریم سراغ اصل موضوع، نحوه برداشت و نحوه اراز هویت برای ایرانی مشکل داره، ولی میشود با مدارک ساختگی خیلی راحت بگم این کار رو انجام داد، مشکلی نداره. یعنی میتونی شما با یه سری مدارکی حالا خدمتتون توضیح بدم بیاد اراز هویت کنید، دوستانی که دارید. حالا دوستانی که ندارید شروع کنید تا بهتون بگم و نحوه برداشتش و نحوه اراز هویتش. اما یه نکته که از خود ما توی یوتیوب محدودیت داریم برای این قضیه. من چون 8 روز دیگه وقت دارم، نکته که هست نگاه کنید اینجا، حالا از امروز میشه در 45 وقت جهانی میشود در واقع برداشت کرد، اما 8 صبح 20 فوریه یعنی 7-8 روز دیگه تازه لیست میشه. معاملات اثباتش از اون لحظه، اینجا نگاه کنید، معاملات اثبات از اون لحظه شروع میشه ساعت 8 صبح 20 فوریه و برداشتش کسی که بخواد برداشت کنه به کیف پولش 8 صبح 21 فوریه است. شبکه‌اش هنوز مشخص نشده بچه‌ها، اینکه روی چه شبکه‌ای بخواد باشه. یه سری هم نگران شدن از این قضیه چون پروژه خیلی بزرگیه و میگم خیلی حالا بذارید وقتی لیست شد متوجه میشید که چقدر در واقع میتونه معتبرترین ها باشه. میگم بعد بیت کوین این پروژه خیلی سر صدا کرد ولی دیگه همه منتظر بود. حالا اینکه چرا اینقدر طولانی شد نمیدونم. خب در مورد اراز هویت گفتم، من اینو لینک کانال تلگرام توی در واقع کامنت اول میذارم. از وقت داریم. خب من 2 روز دیگه بچه‌ها آموزش اراز هویت با اون موضوعی که گفتم رو میذارم توی کانال، توی یوتیوب نمیتونم بذارم، اونجا میذارم نحوه برداشت رو همه چی رو انجام میدیم. اگر حالا دوستی هم هست تجربه‌ای داره میتونه با ما در میون بذاره که ازش استفاده بکنیم. مرسی که پایان با ما همراه بودید. منتظر خبرهای بعدیش باشید. من هستم تو این پروژه در خدمتتون. خدا نگهدار.